زهرا دخترم، میدانی تو چقدر مرا خوشبخت کردی؟ بابا جان. جان دختری عزیزم. و شما خوشبختی میخواهم عزیزم. خواسته هایتون عملی گردد. تشکر عزیزم. زهرا جان، با پیش خسرو خوشتومان درخته کمی خدمتگاری کن. رو خدمتشان رو کن. خدمتشان رو؟ آقا اکرم یک طرف استید؟ زهرا تبریک میکنم. تشکر. لطفاً بابا جان با اجازه مایلش شما. دخترم. خوش آمدید اکای اونا. مهمانا در همین جوین؟ همین جوین؟ نخواد؟ بله. حاله بخشش که دیر آمدم جان، از من خفه نشو. من میدونم که تو حتما از گناهی من میگذری. من اگر نمیبخشیدم تو رو با اینجا دعوت نمی کردم، اما تو باشی باز از پشت کلتا کلوست دویده ایستاده. برای تو کارت ضرور است یا اینکه اویلت اونال؟ حاله لطفا بیا میرویم. زهرا تو رو در آنجا انتظار است. رفتیم. یکون چیز نگفت؟ نمیدونم، از خودش میپرسی. خوشبختی، شب بخیر. کمیسر اونال اینجا چی کار میکنه؟ خدا شکر. یزنا جان خوش آمدید. خوش باشی. یزنا جان؟ مرا با بوجم شناس میکنی؟ ما از کی باز بوجه شده من؟ پلا زند. در حقیقت بسیار شاد شدم. بسیار. داماد در کجاست؟ در همین جا بود موکی حاضر آید. خوش آمده. اینقدر برق خاموش کنه که بسیار کدامش باشد. چی شد؟ چی گپ شد؟ چی شد؟ نمیبینی برق خاموش شد؟ عجایب سوا میدی. چی گپ شده باشه؟ چی گپ شد؟ سیوت مرد. این برق از کجا خاموش شد؟ یک بگار سیوت زنگ نمیزنه؟ شوکت اینجا بیا. رفته راه گرده. این بختیار کجا شد؟ یک رفته برق رو میدید. چی گپ شده باشه؟ عزیزم قوه برق خاموش شد. خدایا چی شده باشد؟ این برق از کجا خاموش شد؟ آقای خلیل دستت رو گیر. ای برادر تو چیکار میکنی؟ چیکار کرده ایستاده ایشو؟ خاموش. خدا جزایت را دهد دیوانه. کمیسر اونال در اینجاست. چی گفتی؟ کمیسر اونال در اینجاست. او چیکار میکنن؟ او باز بوجه هم بوده است. چی بوده است؟ بوجه هم. بوجه چیست؟ ای شوکت شوهری دو اپا و خواهر رو بوجه میگویند. بوجه هم برآمد. دشمن هم بوجه هم برآمد. من این رو میدونم. اپای زهرا همسر کمیسر اونال است. بله برادر، عیناً همینطور است. ها من این رو فهمیدم. تو چی خیر؟ اوه شوکت بوجهت میشود؟ آغوزت رو بلند نکن. اونال بوجه ای تو برآمد؟ عیناً همین خیر. برادر جان خفه نشو، صغیره به تقدیر بوده ای. این هم تقدیری بدی من. تو از وی میگریختی او باشد بوجهت برآمد. چیکار میکنی اکنون؟ نمیدونم برادر، یک بلا کرده زود از اینجا نشودن در کن. تمام. کجا میروی؟ رفتن در زیر درخت پنهان میشه. من از کجا میدونم؟ فهمو همین طور میکنیم. رو. ای خدا همینش به من نمیرسید. بختیار لبای آقای اکرم.
لبای را یک سو گذار. نمیبینی قوای برق را خاموش کردن؟ حاضر دیدم برایم. زود باش، زودتر باش. ای آقای اکرم عجایب گپ میزنید. زیا کجا شد؟ همینجاست دخترم. 2 دقیقه به همدیگر نمیتوانیدن. خدا نگهتان دارد. زهرا، داماد در کجاست؟ من هم حاضر این رو پرسیده بودم بابا جان. ممکن حاضر بیاید؟ یا خدا، باز دامادمان با یگان چقوری نفتد. ای خودو نشون ندهد. کفت و کپ کردن در کار. داملا زیا زیا بود اینجا. زیا داماد زیا کجا گم شد؟ زیا داملا زیا کفت و کپ کنه همه کس داملا زیا. داملا در کجایی؟ برادر، وضعیتمون خیلی بد است. ای پسرم تو بلای جانم شدی. رو گم شو از اینجا. نمیرم برادر، به زور نرو. ببین کمیسر با تو بوجه شده است و پیشت آمده است. من تو رو تنها گذاشته یگان جا نمیرم. رحمت شوکت نمیارزه. میارزن رحمت کلام. فقط همه خیلی رحمت گوی. بسیار با من کمک رسانده ایستاده. نمیارزن. اوه شوکت. آرام باش، من همراهت هستم. نترس. قوای برق اومد. اوره قوای برق اومد. با تو چی شوکت ها؟ چی؟ از قوای برق اومدن با تو چی فایده است ها؟ یا توبه. داماد خدایا توبه. کجا شد؟ داماد آقای اکرم برق خاموش کنک پرتافته. برق خاموش کنک پرتافته است. بله. من به تو نگفته بودم که آن رایی وصل کن. نگفته بودم. گفته بدید آقای اکرم. باز میگویم. اطاعت جانب. داماد یزدان در کجایید شما؟ کجا شده؟ داملا کجا گم شدی آخیر؟ در کجایی تو؟ زیا در کجایی تو؟ این کارو بودین شرمندگی. زهرا جان با فکرم خوبش به درون دراییم. الکی خنک شد. پدرم بسیار خشمگین شدم. امک جان شما درایید ما حاضر میاییم. داماد پدر جان با اجازه تدون به درون دراییم ها؟ رویم. سلین شما به درون می در اومدید؟ سلین ای اینجا بیا. زورا جون آروم باش. آروم در یک اونجا نیست. سلین آخر به کجا رفته باشد نمیدونم. دیوانه میشم. وقتی که زمین ندر اومده تو در همین پیدا کن. در کجاست؟ در کجاست نمیدونم. دیوانه میشم. آروم شو آدم رو دیوانه نکن. تو دانی و خدا مهمان ها رو میترسانی. اگر نهایت چی من شرمنده میشم. تمام چی کار میکنم؟ وزیر از یکون جو پیدا میشود. زیا دامولا زیا تمام زور و بس کن. وزیر دیوانه میشود. زیا دیدی؟ آرام شو جانم. آرام شو مایلش. آخر به یگان جو نگریخته است. وزیر از یگان جو پیدا میشود. خودت میبینی. او نمیآید. تمام عزیزم بس است. بیا به درون میدرویم. زیا آرام شو زورو جون. بس از زورو آرام باش. وزیر پیدا میشود. بس چی شد؟ او نه سردارم بسیار تاریک است. بهوده میکوبیم. چکل نیست. باز یک بار دیگر نگاه کن. سردارم آخر انصاف کنه. چند ساعت شد ما جستجو داریم. چند بار گفتم که با گفته های من جواب نگردانید ها؟ در کار شود تا مردنتان تمام بحر را میکوبید. ای یک بار فکر کن داماد گریخته است. عجبو. ای داماد گریخته است. مگر از این خیل اویلای بای میگریزند؟ توبه کنید خانم تولی. داملوزیا به مال ملک شما کار ندارد. او بسیار پول را به بیچاره ها خیر کرد و چشمش هم نپرید. بسیار خوب. به چشمی همه پرده پوشانده است گوی. حلالش باد به خدا. سردارم او بر اومد. او را یافتید؟ در یگان جا نیست. چکل نیست حیوان. چکل نیست. تا کل تکلز را نیابید عذاب نبراید. در را همونا.
بهوده خودتان را زحمت داده ایستاده. با آواز تیر ماهی ها میگریزند. با تو چی فرق دارد برادر؟ با کجایی که خواهم میپرانم. این سلاح هم اجازت نامه دارد. یگان گپ داری؟ بگیر این را. برادر گم یخ کرد تا پگو داریم بین علفا میستیم. نمیدونم شوکت. یگان روحی حلش رو یفتم در کار. بلا زند. الو؟ این پلیس زود آید اینجا کشتار رخ داده است. لابای الو کی؟ کشتار؟ چی؟ حاضر می آیم. اونال؟ چی شد؟ با کجا؟ عزیزم رفتنم در کار. عزیزم حیاتم در تپه‌ای که کیلاس خودش رو پرداخته بود جسد پیدا کردم. رفتنم حتمی است. چرا مرا فهمیدن نمیخواهی؟ این ابله رفتنی نیست به فکرم. نمی رود از اینجا. برادرم ناامید نشو. کمتر پس می رود. کمتر صبر کن. رفتنی می بود که خور رفته بود شوکت. نمی رود لعنتی نمی رود. حالا می بینی برادرم. اونال لبای زنک جان. مایلش زنک جان. مایلش تو را من می آیم. این کار این خیل نمی شود. رفتیم. در کجایی زیو؟ پس کن. چرا چنین کردی زیو؟ آخر تو این خیل نبودی کو؟ در کجایی تو؟ در کجایی تو زیو؟ در کجایی تو زیو؟ بیا برادر رفتیم. آقای اکرم لبای ببخشید آقا مرا. تمام جا را گفتم اما متاسفانه نه داملازیا و نه مهمانش را نیافتم. چخیل نیافتی؟ نیافتم. میابی هر یک کنج را کافته او را میابی. زود باش رو. خوب شده جناب. مادر این هم نقشه توست مگر؟ کنی بگوی؟ در اصل من این معجزه رو یعنی گم شدن دومولا رو از اویلمون بسیار میخواستم.
اما من فکر هم نمی کردم که دعایم اینقدر زود قبول می شود. مادر اگر این نقشه شما باشد من شما رو اصلا نمی بخشم. اصلا. ملیس سفسطه نگوی. من 42 مردی بزرگ رو نابود می کردم. از دست شما همه چیز می آید. غم خورده. داملو اینقدر ثروت رو گذاشته به یگان جا نمی رود. داملو یک نغمه خر آدمی که نمیشود. داماد مگر همینقدر قوت کرد؟ کمی بعد پیدا می شود. زورو رو به آسانی از دست نمی دهد. عاشقی کار آسان نیست. می بینیم. دخترها زودتر اینها را به درون درارید. آقای خلیل من در هیجان ماندم. با خیالم فکرهای ناخوب آمده ایستاده است. فکری بد نکن برو. بار دیگر زنگ زنم. جواب ده تیستر. تو در کجایی زیو؟ در کجایی؟ خدایا به من کمک کن. در کجایی یادم؟ در کجا؟ برادر بیا رفتیم. در کجایی؟ در کجایی؟ زیا! چیکار کنم شاکر؟ چیکار میکنی؟ من با زهرو این طرح رفتار کردن نمیتوانم و رو پرتافته نمیروم. زیا برادر کمیسر اونا را چیکار میکنی؟ نمیدانم برادر، یگان راهش رو حتما یافتن در کار. بی اخلاقانه گپ نزن، سرمان را در بلا نگذار. نه برادرم، این خیلی نمی شود. اما من در اینجا زهرو را تنها نمی گذارم. تلفنش جواب نداد. نبرداشت. من به بابایم همش رو میگویم. خب کن میشنوم زهرا. با دملازی خونه دار شویمون ساخته بود، برای همین او گریخت. همین خیلی میگویم. زهرا جان کمتر صبر کن. حالا میبینی داملا میآید. اگر خواهی به حجرت رفته استراحت کن. تا بکی من او رو انتظار میشوم سیلین. تا بکی. غم نخورید آقای خلیل. دملازیا کجای باشد میگوید. سردارم کفتن جسد به نتیجه برآمد. بی نتیجه برآمد؟ سردارم از دست آبازهای کنعانی دیوانه در بر هیچ چیز نموند. چه خیلی آبازه بچه. هر قدری که گفتم تا حال او را نیافتن محترم کمیسر. همیشه در کارهای من دخالت داری برادرم. در اینجا چیکار میکنی؟ محترم کمیسر، مرگ کلتاکلاس رو دیدن برای من حتمی است. لطفاً مرده یا زنده بودن همشهریم را بار آخر فهمیدن حق دارم. مرد.
او مرد. فهمیدی؟ حقت رو گرفتی. تموم از اینجا روید. سردارم ما تا مردهش رو نیابیم او را مرده گفته نمیتونیم. به یگان دلیل به ما آدم های بالا باور نمیکنه. احمق، تو هم دانا شدی. باز تو احمق به من عقل یاد میدی. ای سردارم استغفرالله. ای بچه، برای این کار من حیاتم را بخشیدم. برای پلیس شدن حیاتم را فدا کردم. شما اینجا چی کار میکنید؟ دفع شوید. اینطور نگوید کمیسر. حالم را ببینید. وای آدم مرا مایوب کرد. تا جسدی او را نبینم با هیچ کجا نمیروم. کفت و کاب مرده کاری شما نه، کاری پلیس است. دفع شوید از اینجا، وگرنه باشد. بگذار کمیسر گفته شما شود. میرویم. کنی بچه ها همه کس از آب باید تستر زودتر همه کس باید برای تو چی کار میکنی در اینجا؟ تو باید در مرکز باشی. تز رو. میلش سردارم بدتر هم رو میروید. کنی زود باشید همه کس از آب باید زود باشید باید. دمت را گیر. خب چور چشمه ای احمق، سرم رو ویران کردی. باید جیم شین. زهرا باید می آید. ای به خدا بسیار به قهر می آید. زهرا دخترم، در بینتان یگان واقع ناخوش رخ داد مگر؟ نه بابا جونم. زهرا، اگر این را از من پنهان داشته باشی نه بابا جان. نه. چی خیل؟ گویم. نگو. در اصل بابا جان گلویم میخورد. بله گوش دارم. جنگ کردید ها؟ بله جنگ کردن. من میدانستم این را. جنگ نه بابا جان، دیگر چیز. چی خیل دیگر چیز؟ این خیر؟ بسیار یک مشکلی بزرگ است. چی؟ زیو قهرمان. عجب جفتی عجیب. زیا جان عزیزم. اپا جان میبخشید در خونه نان هسته؟ البته هست. کمتر نان میآوردید، گرسنه موندم. نانی خوری یا که در برولایش روغن بود؟ نه همه خیلی بیار، من نانی قاق میخورم. مایلش بعد تو هم قهر دارم. آنها جنگ کردند و تو به من نگفتی. اگر به من میگفتی من به آنها توصیه میدادم. شما راست میگوید بابا جان، شما حقید. از خاطرم بر اومده است. در خاطرت زمان همین خیل شده است. همه فراموش خاطر شدن. این دفعه میبخشمت. داماد نخواد آدم در شب نیکاش گم شود. تمام چخوره ها را کافتیم، همه را در حیرت گذاشتید. جناب،
شما در حقیقت راست میگویید. ها مرحمت. ای سامبوسا آوردی کو رحمت اپا. یک کار مهم بود. اگر نمیرفتم او مردنش ممکن بود. یعنی یک شناسی نزدیکم در محله پیشتر کار میکردگیم در بولایش تخته افتیده بوده است. او با من زنگ زد. من رفته با او یاری دادم. و چرا با تو زنگ زد؟ یعنی باید با دکتر زنگ میزد. چرا تو رو تشویش داد؟ در حقیقت من هم با او گفتم که دکتر رو جیغ میزدی من با تو چی یاری رسانده میتونم. بسیار بیماری سخت شده است. یعنی من این رو فهمیدم در حال دویده با نزدش رفتم. خدا از شما راضی باشد دوملا. خدا به هیچ کس این حال را نشان ندهد. در حقیقت بسیار حادثه ناخوش بوده است. میدونیم ما هم با زهرا در اینجا حادثه ناخوش رو پسی سر کردیم. تو رو خوب میفهمیم. کاش رو با خودت می آوردی بسیار خوب میشد. کی رو؟ لبای؟ شناست رو که با کمکش رفته بودی همان رو. او حالش خیلی بد بود و من با او تنها یعنی همراهش تنها با تلفن صحبت کردم و او با من گفت که حالم خیلی بد است. گفت با من پیش از مرگم صحبت کن. خونش دور بود. مرا گفت که با خونم نیا زیرا که با تو دور می شود. همین طریق تلفن جنازه او را خواندم. او مرد؟ کی؟ نه من جنازهش رو نخوندم و او امر معروف کردم و او از خودکشی دست کشید. اما آقای اکرم بعد امر معروف من او گفت که من مردن نمیخواهم. دوملازیا من مردن نمیخواهم. او را چلیاسین کردم و در حال شفا یافت. دامادی شیرم تو آدم را از مرگ نجات دادی. بله. این 2 ساعت انتظار بودنی ما هیچ گپی ندارد. سلامت باشد آقا. برای انتظاریت هم می ندارم. زهرا جان برای اینقدر انتظار شدنت از تو عذر میپرسم. ببخش مرا. هیچ گپ نداره زیا جان. تو که حیات انسان رو نجات دادی. من نگفته بودم که او حتما می آید. بار دیگر از همتان عذر میپرسم. کیلاس کم بود که کنعان به سرمان بلا شد. کیلاس همه رو به خودش دشمن کرده است. سردارم 5335 مرکز 5335 مرکز 5335 گوش دارم. در تپه شاهین در ساحل بحر جسد مردی افته شد و اون جسد رو به مردخانه فرستادیم. ما رو فهمیدید؟ خبر رو چخیر فهمیدید؟ فهمیدیم 5335 مرکز. حالا باشد به مردخانه روانه میشویم. ای کاتا کیلاس عاقبت به دستم افتادی. لوین زود به ماشین سوار شو. میلش سردارم. میهمانان محترم مرحمت شینید. مراسم را دوام میدیم. از رفتنت بسیار ترسیدم. این مسئله رو پوشیدیم زهرا خانم. از کجا دانم؟ این خانه در شوی ساخته ما تو بقیه دوام میکرده باشد. نمیدونم. من به تو وعده داده بودم که این بازی رو تا آخر میبرم. اگر تو در جای من میشدی تو هم همین کار رو میکردی. همینطور نه؟ من در جای شما میشدم. عشقم من در نبودنت تو رو چقدر یاد کردم. اوه جانکی من. بیا عزیزم. بسیار خرسند می نمایی. بله مادر جان. عقلت رو گم کردی. عقلت رو میلیس. بگذار که گفته شما باشد مادر جان. شوهرتون کمیسر پلیس است؟ بله کمیسر است. امشب می آمده باشد؟ ها کمتر پیش همینجا بود اما با تلفنش زنگ زدن و برای کدام کاری عاجل بر اومده رفت. و همیشه عاجل به اینجا می آید. عاجلا به او زنگ میزنن و او عاجلا می رود. همه کارش عاجلی است. اما بابا جان التماس میکنم یا نادرست میگویم. ببخشید کمتر مانده شدم. رفته استراحت کنم. شب خوش.
بابا جون چی کار کرده؟ چی دروغ گفتم؟ از برای کلتکی دستی اخمق شده زندگی آنها آخر ویران می شود. آر شود. خوب استه؟ یزنم تا حال کلاس رو میکوبد. داماد شما کارش رو دست میدارد، شما باید فخر کنید. بله بسیار فخر میکنم اشتر. بابا جان کارش را دست میدارد اما به اپام تماما دقت نمیدهد. از کارش دیده باید همسرش را دوست دارد. برای همین اپام غمگین است. فهمو کوشو با او چی شده است؟ شناخته نمیشود. در اتوبوس بارش کنید. تمام کردی؟ بله سردارم. امشب بهترین شب حیات من است. از همه قیمتترین گوهرم دخترم زهرا به شوهر می براید. بی تشویشم. کاش که رحمتی پدر و مادرش در این روز خوشبختیش همراه زهرا می بودند. قسمت همین بوده است. من همچون بابایتان همیشه کوشش میکردم تا که شما نبودن پدر و مادرتان را حس نکنید. اما چه که نباشد والدین دیگرند. دامولازیان نیز بی والدین کلان شده است. او هم مزه والدین را نچشیده است. برای همین زهرا را دامولا از من دیده خوبتر میفهمد. اکنون ما باز عائله کلانتر شدیم. دامولازیا به عائله من خوش آمدی. تشکر. ای از حد گذراند. خدا قوش پیرتان کند. خوشبخت باشید انشاءالله. خدا خوشبخت شود. آمین آمین. بر شما بخت میخواهم زهرا جان. میتوانم شما رو یزنه گویم؟ البته. مبارک شود یزنه جان. رحمت. خدا خوشبختی را نصیبتان گرداند. رحمت. الو. تکلیفت رو بار دیگر فکر کردم. من راضی هستم. لیکن زودتر کردم در کار. عالی جناب. امیدوارم موفق میشوی. 100%. من نقشش رو میکشم. شما تشویش نکشید. مایلش. زهرا جان تو رو خوشبخت دیدن برای من هم خوشبختی است. نمیدونم من هم شوهر کنم. با من یگون مسئله دیگه. ببخشید خانم، شما زهرا را ندیدید؟ کمی پیش با بیرون بر اومده بودن. تشکر. باشه. سلین توی ساخته است که همه این کارهای کردم برای خورسندی بابایم. یعنی خورسندی تو رو دیده باورم نمیاد که همش ساخته است.
селин ман нисбат ба домулозиё шубҳа пайдо карда истодам. چی خیل؟ یعنی تو فکر میکنی که او با تو عاشق شده است؟ بگو بانم تو خطا میکنی. من فکر میکنم که آقای زیاد دامولو است. او با تو عاشق شده نمیتواند. این کار غیر امکان است. بله عزیزم، من هم همین طور فکر دارم. دامولوزیو از دیگر دامولوها با کلان فرق میکند. همین طور نیست مگر؟ یعنی چی خیل؟ پیانینو می نوازد. در طرف خانه مانندی جنتلمن ها حاضر می شود و در آنجا مانندی رقاص های پروفسیونالی می رقصد. لیکن به لباس پوشی من کار نمی گیرد. او چی خیلی دامولوست؟ زورا جان، من هیچ نمیفهمم که تو چی میگویی. یعنی او دامادی ساخته است کو؟ ممکن دامولوی ساخته باشد. سفسته نگوی زورو، چی خیلی دامولوی ساخته؟ دیوانه شده ای مگر؟ راست میگوی، سفسته گفته ایستادم. میدونم. به او شبهه دارم، گفتم میخواستم. چی فکر داری؟ بسیار عیب است زورو. وای آدم برای تو شده خودش رو فیدو کرده ایستاده است. تو باشی غیبت میکنی. اگر او این سخنهای تو رو شنود، برایت نگاه کردن یک طرف، هیچ وقت قدمش رو به اینجا نمیگذارد. من اونقدر گپی نگفتم که تو اینقدر واهمه کنی. برای تو شده آبرویش رو فکر نکرده هر چیزی که از دستش میآید کرد. برای خانه دار شویت با دامولو قریب همه خویش و تبارت مقابل بودن. میلیس، تولین گفته هایشان رو فراموش کردی. اما چی شد؟ یعنی از پشت به دامولو خانه دار شویتان خواستن تو رو پس زنن، ولی کارشون برار نگیرد. دامولازیو مخصوص برای شرمندن شدن آنها با تو رقص کرد. تو باشی دامولای ساخته گفته او رو پس میزنی. قندت رو زن سلین. من تو رو نفهمیدم. من به این هم میدونم. من چقدر به زیاد تشکر گویم این کم است. زورو جون، میدونی که او دامولو است، پس باید رفتارت، طرز لباس پوشیت مثل همسری دامولو باشد. البته دامولازیو ممکن است یگان گپی سخت گوید یا اینکه یگان نصیحت کند. این کار شدنش ممکن است، اما او دامولو است. اما تو رو میفهمونم نمیفهمی. گویا ما توی حقیقی داشته باشیم. توبه. او چی گوید؟ این رو پوش، اون رو نپوش، این رو بکن، اون رو نکن. همین طور از پوشیدنی من اون ناراحت نیست. ناراحت می بود میگفت که این رو نپوش. و انتظار است که این کارو تو خودت میکنی و ممکن شرم دارد. نمیدونم ممکن دلت رو شکستن نمیخواهد. راست میگوید. زورا جان، تو هم کمتر فکر دامولو رو بکن. یعنی او برای آبروی تو رو در پیش آدما نریزاندن خودش رو فدا کرده است. پس تو هم کوشش کن که تو اینکه آبروی رو هم برداری. درست میگوی سلین. آنا به فکرت بسیار کشاده است؟ برای من گویی فرقی ندارد، اما برای دامولو بسیار کشاده است. به فکرم ببین. مگر کوتاه است؟ بسیار کشاده؟ کشاده؟ برای من نه، برای دامولو. ساز است کو؟ تمام، گفته‌تان قبول شد. چی که نباشی با تو میزبن. اکنون زورو جون، من به خونه مون میرم. چند روز میشد که در اینجایم. مایلش عزیزم، خودت رو احتیاط کن. خودت رو نگاه کن. شب خیر. تشکر میگم بار دیگر. هیچ گپ نه عزیزم. آیسته های کن. کوتاه است مگر؟ کوتاه است یا دراز؟ کوتاه است. ای این دختر به همه چیز کار میگیرد. خانم زیرا، دامولازیو، من سلی را گسل کردم. این دختر آخر به خونهش رفت. توی گفته پریشان حال شده ای. در اصل من میخواستم درباره یک موضوع با شما صحبت کنم زهرا خانم. گوش دارم مرحمت. با تو معلوم است که در محله من یک دامولوی با احترامم. از تو خواهش دارم، یعنی تو حال با شما نگفته بودم که دل شکسته نشوید. یعنی
کمتر به خودتون دقت میدادید؟ بله بله دقت میدهم. به خودم دقت میدهم. به چیزم دقت دهم. تو میدونی که من در اینجا دامولا هستم و من از برای تمام جماعت جوابگو هستم. مقصد این که لباس پوشی و شیشتن و خیستنت رو با آدابا نکن، چون که لباس های تنگ و کوتاه رو دیگر نپوشی که اعتقاد مردم از دامولا بودن من میگردد و ساخته بودن تویمون رو نیز نمیخوام که کسی ببخشید، من بفهمد. آیده این فکر نکرده بودم و از این پس به لباس هایم دقت جدی میدهم. تشکر زیاد. گردن شیطان رو شکستی. نمی ارزد. شب خوش. شب بخیر. دومولوزیو لبه باز دوباره به یگانجا گم نشوید؟ نه، به خبر به یگانجا نمی روم. خواطر نباشه. از همه دور تو طهارت خانه یا مسجد می روم. تمام. تو اونجا باشد اونقدر دور نبوده است. خیر، شب خوش. شوخی به شوخی توانستمش. قنات زن کلاس. خواب کن شوکت. خواب مثل فرشته ها خواب است. استاد هجری؟ استاد هجری؟ استاد هجری تو دانی و خدا یک بار سوال نداده صبح بخیر بگو آخر. صبح بخیر استاد، من سوال دادنی نبودم. یا خدایا سوال نمیدادی؟ خدا پدر و مادر زنده‌ات رو رحمت کن. استغفرالله استاد، خدا از شما راضی باشه. مقصدت رو گردن. استاد به مسجد تفتیش آمدن، شما رو پرسیدن چی گفتنمون رو ندانستیم. برای تفتیش؟ چی تفتیش بوده است؟ استاد این خیلی تفتیش ها رو یک یک میگذرونم. آخرین بار کی اومده بودن؟ تقریبا استاد 6 ماه پیش اومده بودن. 6 ماه؟ فهمو هجری رفتیم. استاد ها استاد سوال نداشتم، لیکن حاضر به سرم سوال آمد. آخر آمد. استاد مثلا شیطان در یک ثانیه دنیا را 7 مرتبه دور میزده است. او اینقدر تیز بوده است، پس ما از او چه خیلی گریختن میتوانیم؟ نویس ما از شیطان هرگز نمیگریزیم. تو کنفو مشق کن، بعد شیطان از تو میگریزد. رحمت استاد. از شیطان نترس و کنفو مشق کن و بعد شیطان از تو میگریزد. هر آدمی که کنفو مشق کنه او از شیطان نه، شیطان از او میگریزد. استاد 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 مرا فراموش کرده. آقای خلیل این دامولا کجا شد؟ و چند قدر شد ما رو انتظاری بکشیم؟ ایرج حاضر می آید. آنا نام شگیر و گوشش کش. سلام علیکم. خوش آمدید دومولا. ما مسجد به تفتیش آمدگی مفتش شماید محترم. نه دامولا ما سرتراش محله یا شخصی که از مفتیات برای تفتیش آمده بود پدرش گذشته، زنگ زدن عاجلا به همونجا رفت. شکر خدا. خدا رحمت کنه. خدا رحمتش کنه. دومولا یک امر معروف میکرده. باز امر معروف؟ استاد ما تشنه سخنهای شما هستیم. دومولا آخران مراتبه که امر معروف کرد از یادم آنها میروند. مرحمت برایتان. استاد بعد از شما. هجری تابوت خانه جورخان آورد. بله آقای خلیل در انبارخانه است. برادر این چی مسجدی بود که من در اینجا افتیدم؟ امر معروف گویا که امر معروف کردن اینقدر آسان باشد. حتی امامشون رو نمیدونم که است. خدا مرا رو بخشد. بله محترم جماعت، اگر شیرینی امر معروفی پیشتر در خاطرتان باشد، امروز هم خیال شما رو با امر معروف شیرین میکنم.
کنی باز ببینیم در قسمتتان چی هست. محترم جماعت، موضوع امروزه رو با خوندن یک شعر آغاز میکنیم. اکنون با دقت گوش میکنیم. اولین کلمه ای که مادرم به من نشان داد الله بود. خداوند تعالی به من از همه دیده نزدیکتر است. مادرم به من نخل نصیحت میکرد: پسرم چنان تبسم کن که از تبسمت کسی آزار نیابد. قیامت پیش روی شما و مرگ در پشت سر شما را میراند. شما سبکبار شوید تا اینکه به آسانی برسید. همانا آنهایی که رفتن در انتظار رسیدن شمایند. جوان مردی که جوانیش را در اطاعت خدا صرف میکند او را خداوند به نهایت دوست می‌دارد. نیرومند کسی است که بر هوای نفسش پیروز گردد. ای فرزند آدم، تو خواهی مرد سپس محشور میشوی و در پیشگاه خدا برای سوال کردن دعوت خواهی شد. پس برای پروردگار جواب آماده کن. علی درود خدا بر او فرمود: روز انتقام گرفتن از ظالم سخت‌تر از ستمکاری بر مظلوم است. همچنین درود خدا بر او فرمود: اگر انسان اجل و پایان کارش را میدید با آرزو و فریب آن دشمنی میکرد. اسلام انسان را تنها به نکویی دعوت میکند. پیامبر درود خدا بر او و با آلش رنج بی اندازه کشید تا انسان را از جاهلی و از سرگردانی رها ببخشد. پیامبر درود خدا بر او همچنین فرمودند: با مردم آنگونه رفتار کن که اگر زنده باشی با مهر و اشتیاق به نزدت بیایند، اگر مردی برایت اشک بریزند. خداوندا به درگاهت بنالم، همیشه هستی تو آگاه ز حالم. خداوندا گناهانم ببخشا که من یک بنده آشفته حالم. بله محترم جماعت، امر معروف امروزمون رو در همین جا خاتمه میبخشیم. خدا از شما راضی باشد دوستو. زورا جان راحت باش. نیکارو به یگان مشکلی گذراندیم. اکنون توی مانده است. ای بابایت چطور خرسند شد؟ وای باز زیادتر به زندگی دل بست. بله بابایم بسیار خوشبخت شد. دلم به دومولوزی ها می سزد سلیم. با جای توی حقیقی عمرش رو برای من شده صرف کرده ایستاده است، مثل که زندگی بازی باشد. وای به آدمان یاری رساندن را دوست می دارد. یعنی مسلمانی حقیقی بوده است. فکرهای آنها از ما بسیار فرق می کنند. نه خود عزیزکم، تو از کجا می دانی؟
البته همین خیل. اگر این خیل نمی بود به این کار روزی نمیشد. برای یاری دادن ساخته شده است، یعنی برای ثواب گرفتن. به خدا اگر به جای او می شدم به این کار روزی نمی شدم. اصلا به این بازی داخل نمی شدم. خدا را شکر که تو به جای زیاد نیستی. اگر تو به جای وی می بودی تا حال دامادی ساخته می گفتیم. زورا جان این خیلش رو نمیابی، باور کن. برای من مانند او نیستم. دومولوزی و سخاوتمندی و روزقبلی رو دوست می دارد. میدونی که چشمی همه به سوی تو هست. میدونم سلین جان، هر دفعه این رو به من گفتن لازم نیست. خیر چی کار کنم به چشمونم هیچ باور نمی کنم. یعنی مقصدم با دقت بودنی تو است. به همین معنا. سلین جان این رو میدونم. این بازی رو باید فوش نکنیم. باید تا آخر این سر رو فوش نکنیم. مرا زهرا میگوید و من باید بابایم، اپم و تمام محله رو با دوست داشتن زیا باور کنونم. همه باید گمان کنند که من زیا رو خیلی دوست میدارم. انا همین خیلی زورو اولی به خدا کی خدایا همه چیز رو بیرون کرد. ما این آدم رو نمیشناسیم، حتی نمیدونیم که کی هست. انسانی خوب است، دزد است، راهزن است، بیعقل است. خدایا ینگا بس است از توپ خوردنت سرم رو درد گرفت. مرا عقلم نمیگیرد. قدر خواستگارها رو رد کرد. چقدر به این دامولا عاشق شده؟ حاله جان، آدم جای رفغانی رو یافته است. کی میداند که او زهرا رو چخل فریب کرد؟ نمیفهمم چخل اماکی اکرم او رو به خودش نزدیک شدن اجازه داده است. به فکر من در آخر میفهمد که این دامولا دوست داشتهش نیست و او رو میراند. عزیزم تو هم بسیار ساده ای. کی میفهمیده باشد آخر حاله جان؟ دیشب انگشترین های پدر و مادرت رو برآورده به انگشتای زهرا و دامولا انداخت. این اشمایلش چرا در توی تو آن انگشترین ها رو نه انداختم؟ تو یگان بار نپرسیدی؟ نه، چون که زهرا با بابایش نزدیک تر است و حالا میبینی شوهرش هم از تو دیدن نزدیک تر میشود. فقط اون نال رو پس میزد اما زیا رو تعریف میکرد. بابایت همین میراثش رو به دامولا میگذارد. تو چی سفسطه میگویی ینگا؟ من در فکر خوشبختی خواهرم تو باشی چی ها میگویی؟ تو عجب فکرهایی داشته به تو تن دادم. البته اینها همه‌اش ساده. درباره کالتا کلاس در اینجا حقیقتا چه گپی دیگری است؟ گمانتان 100% درست است سردارم. من هم همین را فکر دارم. تو دیوانه هستی؟ بگو تو دیوانه هستی؟ زود در حجره کار پیدا میشوی. سردارم من اینجا آمدم که این مسئله رو با شما دو کاسه تیزتر حل کنیم. حاضر یک شپاته میزنم عقلت رو گم میکنی. با من عقل نشان میداده است. تو اول فکر کنی راه یادگیر ابله. السلام علیکم. جسد کالتا کلاس را یافتید؟ یافتم یا نیافتم؟ با تو چی؟ تو کی هستی که دستک زده به اینجا میدرایی؟ چه خیل گپ کمیسر؟ ما آیا بیگانه هستیم؟ چه خیلی نباشد هر دویمان یک آدم را جستجو داریم. کالتا کلاس مرد گفته دوستیمان را کندید؟ مایلش با من جسدی او را نشان دهید کمیسر. تو کی هستی که جسدی او را به تو نشان میداده؟ خودت را حرمت کن، برو از اینجا. بینید کمیسر، او آدم به سرم پرانده بود، به سرم. لطفا مرا بفهمید. آن جسد را به من نشان دهید. آخر جسد کالتا کلاس را بینی هیچ چیز عوض نمی شود، چون که روی آن جسد بسیار هم فرسوده شده است. یعنی شناختنش نمی شود، حتی یگان جای آبادش نمانده است. سردارم کلاس یک جوره دوست کو نام شوکت. اگر ما شوکت رو به اینجا بیاریم شاید او به ما در این باره معلومات داده تواند. تیر شکیده گذشت از پیشونیتون. تو کی هستی ها؟ خودت رو حرمت کن، برو از اینجا. شکیده گذشت. دیوانه با سرم بلا شدی. با زوریش رو بین.
بوی جورو. شوکت خیز ساعت 1 شد. صبح بخیر برادر. چه خیل صبح خیز. میخیزم. خوراکتان رو به جایگاهتون بیارم رئیس یا در بیرون میخورید؟ به خدا برادر این خیلی چیزها رو در کینو میدیدم. همیشه آرزو میکردم که در زندگی ببینم. حاضر من به تو آرزو کردن رو نشون میدیم. سحر تا بیگاه عمری عزیزت رو در خواب میگذرانی. زود برخیز. ما اینشا نخیستم برادر. یا پیرم. 1-2 روز میشود که خواب میبینم. چی خوب؟ وضعیت هم اونطور بست. باید زودتر از اینجا گریخته رویم. سفسطگویی رو بس کن شوکت. ما با کجا می رویم؟ کلاس تو مگر نمیفهمی که کمیسر رونال یزنجانی زهرا بوده است؟ آخر 1 بار میگریزی 2 بار میگریزی عاقبت به دست میافتی برادر. با خدا با غیر از گریختن دیگر راه نداریم شوکت جون. اما با زهرا فاتحه کردیم دیوانه. من این دختر رو چیکار کنم آخه؟ دختر رو در نیمی راه پرتافته روم؟ تمام برادر. کمیسر رونال رو چیکار میکنی؟ یگان راه دیگر داری؟ او آدم تا جسدی تو رو نبیند در حیات از جستجوی تو دست نمیکشد. یگان راهش رو میابیم. کمی صبر کن. این چی است؟ چه؟ تلفن در اینجا. من 3 روز شد این رو میکوبم. با خدا من هم چند روز همین رو میکفتم. در اینجا بوده است. بجا شده است. کی باشد؟ لبای شما کی هستید؟ من هستم. من نیستم. شما کی هستید؟ در کجا؟ او مرده است. کی مرد؟ کی است؟ چه خیل جسد؟ شوکت چی شد برادرم؟ کی مرده است؟ تو بغیر از من باز کی رو داری؟ از همه آدمی دوست داشتم. شوکت مرا دیوانه نکن. بگوی که کی مرده است؟ جسدی تو رو پیدا کردن. من اکنون به تو چیکار میکنم؟ سفسطگویی رو یک طرف گذار. چه خیل مردن؟ در پیشت هستم که نمیبینی؟ پلیس گفت که او مرده است. مگر کارگر دولت دروغ میگوید؟ آمده جسدی برادرت را بین گفت. کی میگوید؟ پلیس زنگ زده گفت که جسدی کلتکیلس یافت شد. آمده جسدی او را تشخیص کن. صبر کن. حاضر پلیس به تو زنگ زد؟ بله. کلتکیلس مرده است گفت؟ بله. یا خدایا مردم. من مردم. یا خدایا من مردم. آخر من مردم. این رو بین. فرصت به دستم آمد شوکت. مردم. من مردم. توبه استغفرالله. جینش بیدار شد چی برادر؟ تمام شوکت. گوش کن برادر. در حال رفته جسد رو عوض میکنیم. علش وقتی که جسد رو دیدی گویی که بله این کلتکیلس است. مجبورن گریه کن. خودت رو به زمین زن تا که باور کنن. چی کار میکنی بکن. در اینجا نه دیوانه. در اونجا گریه کن. رپتیسیا دارم. میزیبه. تمام. لیکن برادر یک مشکلی دارم. از مرده بسیار میترسم. مرده حشرات رو دیدن نمیتوانم. جسدی فرسوده تو رو چه نگاه میکنم؟ یا توبه شوکت. یا خدایا مجبور میشوی که نگاه کنی. تو این کار رو نکنی یا از طرف کمیسر رونال دستگیر میشوم یا کنعان دیوانه مرا یافته با اون دنیا میفرسته. فهمیدی مرا؟ با اونجا رفته. این کلتکیلس گویم کمیسر رونال باور میکنه؟ برادر اگر باور نمیکردن تو رو با اونجا دعوت نمیکردن. تو رفته تشخیص کن. اون طرفش رو با من گذار. چه خیر؟ گوش کن. تو رفته جسد رو میبینی. خیر چی کار کنم؟ دیگر چاره ندارم.
چهت هفته شما بچه دار آی برگو چخیل برو مانده نباشید. روز بخیر. خوش آمدید. با فکرم سراغتان رو خطا کردید بابایشون. اینجا برای شما نیست. نه پسرم، این رو یک طرف گذار. میخواستم پرسم این اسبابتون رو چند ساعته جورا گرفتن ممکن است؟ البته مشکلی ندارد دوملو. درباره این آنقدر معلوماتی ندارم. رنگش رو هم تامین کرده میدید؟ البته با جان و دل. بسیار خوب، بسیار خوب. بابایشون این اسباب رو استفاده برده میتوانید؟ نه نمیتوانم. یگون بار استفاده بردگی نیستم. اگر خواهش کنم به من نشان میدید؟ البته دوملو، نشان میدهم. اول رسم رو در پوست کشیده، سپس توسط این اسباب رسمی کشیده همون رو رنگ و بار میکنیم و تمام. تمام. در کشیدن این یگان مشکلی نخواهد شد. بعد بالایش رو با اسباب رنگ میکنیم. با اسباب تک و بالای پوست رو رنگ میکنیم. یک سنجیده بینیم. نه التماس. 5 پنجه هم هنر است. همه خیلی میداریم. بله، مثل قلم آن رو میداریم. دوملو شما استا بودید؟ استغفرالله، تنها می آموزم. با مهارت بودید. در اصل من به یک شاگرد احتیاج دارم. با خدا میگویی که امامی رو بس کنم؟ امامی رو بس نکنید و در وقت خلگی آمده به من کمک رسانید. با خدا امر معروفی بسیار دارم. بهتر اون می شود که وعده ندیم. مانده نباشید. مرحمت دوملو، چی خدمت کنم؟ من یک دوستم رو دیدن آمدم. دوستتون رو؟ بله دوستم رو، یعنی جسد دوستم رو. دوملو در اینجا آدم زنده نیست. درست، من هم برای آخران خواهشی رحمتی رو به جا آوردن آمدم. دوملو او مرده است. چه خیلی خواهش کرد؟ بله راست میگوید، اما خودش هم خیلی خواهش کرده بود. با من گفته بود که در بالای سر جسدم یک دعا کنید دوملو. من هم رد نکرده خواستم خواهشش رو اجرا کنم. مرحمت. رحمت در پایان است؟ بله در پایان است. رحمت. خدایا چیکار کردم؟ با جسد آدم رسمی کلتاکلاس رو کشیدم. خدایا ما رو ببخش. ای اونال همش از پشت تو است. یا خدایا جسد در درون بوده رو ببخش و او رو به جنت داخل کن. خدایا او رو رحمت کن. دوملو بسیار با مهارت بودید. استغفرالله جناب. همین خیل. با تعریف فرزنده نیستم. نه تو هستی. مثل شما. پدر جان. لبای دوملو زیو بدی با زهرا خاندار شدنش در اینجا زندگی میکند؟ درست فکر کردی. شاید دوملو زیو نخواهد، اما من میخواهم که او در نزدیکی من باشد. چه که شما فرمایید. پدر جان هیچ خواطر نشوید. دوملو زیو کایها باز در اینجا نیت ایستادن دارد. این چه گپ؟ این چطور؟ در پیش دوملو همین خیل گپ ها میزنی؟ نه پدر جان، اویلای ما به همین هم کلون است و او چخل در اینجا زندگی میکند. فقط مقصدم همین رو فهمیدن بود. این خانه کلان به کدامی شما نمیرسد؟ نمیگوجید مگر؟ اینطور باشد با یگان خانه کلان میکوچیم؟ فروخ شاید بعد از توی با یگان جای دیگر کوچیم؟ چی فکر داری؟
матлабай? азизам, мегӯям ки домулозиё бо зуҳро хонадор мешаванд ку. баъд аз ин мо ба дигар хона кӯчем. азизам, мон аввал хонадор шаванд? бале. он вақт ҳамашро ҳал мекунем. тарсончак. аҳа, дарди инҳоро бубин. ва ҳам бо домулозиё шояд зуҳро кӯчидан бихоҳад ва шояд ҷудо зиндагӣ кардан бихоҳанд, мисли апаи ҳалеву акаи унал. ин хоҳиши унал буд. аммо баъди ин қадар корҳо ту бояд барои ин одам ҳатто нигоҳ накунӣ. бобоҷон рост мегӯед, ман ҳам мисли шумо аз ӯ хашмгинам. пас имрӯз ба пеши адвокат рафта ҷудо мешавед. ман он қадар тез қарор дода наметавонам. духтарам, бояд зуд қарор диҳӣ. ту аз пушти калтаки ласи ҳайвон дар пешу қадр надорӣ. инро бифаҳм. маро ҳам ба ин бало гирифтор кардӣ, оғои акрам. бобоҷон, ин тавр нагӯед. илтимос мекунам, беҳамон ҳам тоқат надорам. барои тоқат кардан маҷбур нестӣ. аммо ман фикри ҷудо шуданро то ҳол накардаам, бобоҷон. оғои акрам, ба ин суҳбати шумо ҳамроҳ шуданӣ нестам. маълум мешавад ки набираатон шавҳарашро бисёр дӯст медорад. ҷаноб, як оиларо вайрон карданаш осон аст, аммо ин оиларо доштанаш муҳимтар аст. дар асл дуруст мегӯяду. чӣ гӯям? биёед гузашта шинем, рост наистем. бо иҷозати шумо ҷаноб, ман бояд ба намоз равам. худо қабул кунад. раҳмат. омин. марҳамат, бишинед. ҳалеҷон, зора кунам гӯш намекунад, аммо бо як гапи гуфтаи домуло аз роҳаш мегардад. ба худо ин одам бобоятро бо ангуштонаш бозӣ медоронад. ҳоло мебинӣ. чӣ кор кунам? падарҷон, як қаҳва тайёр кунам? бале, бо шакар. бале, медонам. наход фаромӯш кунам. ба ту ҳам тайёр мекунам, азизам. битулҷон, агар оғои акрамро медидӣ, дар охири шаб чунон сухан кард ки ҳамаро ба гирья овард. кошки намерафтед модарҷон. чаро ин тавр мегӯӣ? домулозиё барои шумо чӣ мешавад ки рафта ба ҷои падару модари ӯ хосугорӣ кардед? магар ин кори бад аст? модарҷон, барои одами бегона рафта хосугорӣ мекунед. магар ин кори ноҷо нест? духтарам, ман одамро аз чашмонаш мешиносам, таҷриба дорам. ва ҳам домулозиё одами оддӣ нест. ҳатто бори аввал диданам чӣ қадар одами хуб буданашро фаҳмидам. тамом, гапи шумо шавад. хайр, шумо рафта ба ҷои ин одам хосугорӣ кардед, лекин ин одам магар падару модар хештабор надорад? хосугорӣ ба шумо мондааст магар? не духтарам, не. надорад? не надорад. аз ҳамин сабаб рафтем. падар ва модараш гузаштанд. вафот карданд? бале. агар медонистам ба ӯ ин қадар сахт рафтор намекардам. салом домулозиё. салом хонам. сафаро бахайр. ба масҷид рафта истодам, каме дер мондам. бурда расонам шуморо? мумкин аст ки ман худам мошинро ронам. албатта мумкин. тамом. шайтон. апаҷон, кур ҳастӣ? чӣ ҳастӣ? лабай домула? ба роҳгардҳо роҳ додан лозим. бале, албатта. аз он роҳ додан дер кардам.
گمی شاگرد کمی دقتی نمی شود برادر؟ خیریت خانم زهرا ببخشید ماشین رو کمی تیز راندم وگرنه به نماز دیر میکردم نه اونقدر تیز نراندید الو چقدر؟ امیدوارم خبری خوش داری خوب آفرین الکی به اجرای نقشه گذاشتی؟ نقشه چی؟ اولی جمع با کی گپ میزده باشده؟ تمام مادر تو باز چی نیتی ناپاکی داری؟ خیر میبینیم با حیات بازی میکنی از اوداش میبروی ها؟ آن طرفش را فکر نکنید پول را دهید همش حل میشود حل شد خدا قبول کنه بچه ها روز بخیر استاد باز چی شد هجری؟ استاد با سرم یک سوال اومد بسیار ضروری است؟ ولی بسیار ضروری است خوب پرس کنی استاد فرض کردیم که با دروغ گفتن مجبور شدیم خدا پناه دارد خیر بعد برای حقیقت را گفتن باز دروغ دیگر گفتیم دوام ده استاد بعد برای دروغ گفتن حقیقت را گفتیم کو برای دروغ گفتن چی را وقتی دروغ را همراه حقیقت گفتن یعنی از دروغ گفتن حقیقت را گفتن و یعنی چی بود هجری تو چی کار کردی خدا را گم کردی استاد من حقیقت را با دروغ آمیخته کردم حاضر همین کار شد هجری زبانت پیچیده ماند کو خودم را گم کردم پس چی بوده است دفعه دیگر باز آمده میپرسی مالش چخیلی که میگوین سخن بسیار دانو اندکی گوی یکی رو صد مگو صدی رو یک گوی هجری جان همه خیل بود درست خیر مالش استاد شعری خوب گفتید استاد چی بود مصرع‌هایش سخن بسیار دانو اندکی استاد چی بود چرا من در حالا نوشتم زهرا بیتول چی حال داری؟ چقدر شده بود که هم دیگر رو ندیده بودیم خیلی می شود که وونه خورده بودیم خوش آمدی خوب هستی؟ خوش باشی خوبم خودت چی حال داری؟ خوبم مرحمت بشی قهوه بیارم؟ نه تشکر زیاد همینش کافی است مادرم در کجا سیوال جان؟ کجای رفته است؟ شنیدم فوتیه شدی تبریک میکنم تشکر زیاد عزیزم چه خیلی گذشت؟ بسیار خوب خدا نصیب کند تشکر زیاد السلام علیکم خوش آمده داملو مرحمت چینید نه تشکر ما میرویم چه خیلی شما خوب هستید انشالله خوب هستم شما خوب هستید تشکر با دعای شما گشتیم الهی دعای ما خوب باشید خیز میرویم البته اما داملو یکون چیز میخوردید نه تشکر یکون بار دیگر مایلش روز بخیر تشکر زیاد تو بازدید خیر داملو باز بیایید روزتان بخیر یا خدایا با سر این دختر سنگ افتیده است خود را احتیاط کنید مرحمت قطعی زهرا رو بین چی شده از سیوال بسیار آدمی خاکسار است
کاولران رو فهمو. بله تو از زنی من دور کردد. او چی گفتن میخواست؟ من تماما نفهمیدم. از تهمت ناگهان خدا نگاه دارد. خانم زهره، این کس راهزن همین محله است. هر قدری که برای اصلاحش دعا میکنیم اما هیچ اصلاح نمیشود. پس من هم دعا میکنم. میگویند که با دعای کرموش باران نمیبارد. سلام دخترها. مادر جان چرا شما اینها رو میبردارید؟ هیچ گپ ندارد عزیزم، بس این نیست که داملوزیا را با زهرا در بیرون دیدم. بله در اینجا بودن. چرا نایستادن؟ میایستادن صحبت میکردیم. چرا رفتن؟ مادر جان کار داشتن. البته راست، به نزدیکی توی دارد. بگذار کمی سیر و گشت کنم. السلام علیکم خانم سلن. ساز هستید؟ باز تو؟ بله باز کی میشود؟ بعد اینقدر شرمندگیت تو چخیل میتوانی با من روبرو شوی؟ تو چخیل آدمی نمیشدنی هستی؟ من تماما نمیفهمم. خانم سلن افسوس بسیار، اگر شما ما را شناسید همقدر دوست میدارید که پیشانی هم کشود، چشم هایم تیز، دلم با خدا همین خیل پاکه که همه دخترای شهر پیش شبازی مرا میخورن. با من چی؟ با من چی؟ میشینم در اینجا با تو سه و چور کرده؟ هر روز گفته رفته در باغ سر یک پیاله چای صحبت میکنه. باز چای میگوید این آدم، باز چای میگوید، دیوانه میشوم. شکرش پرابلم نیست، فانتا کولا چای چالو. نه من نمیدونم با تو چی کار کنم. خوبش من رفته بسود از بالای تو شکایت میکنم، حتی از اکای اونال برای خودم محافظ میگیرم. ای خانم سلن مرا به حالم گذار، میفهمی؟ مرا راحت گذار. خانم سلن نیستید؟ من شما را به یگان گمانی بعد محافظت کردنی بودم. ای دختر مرا گوش کن سلن. چیکار کنی رئیس دولت؟ ای بیعقل یاری دیگه. خانم سلن اومدم. سرده مرو ابله، سرده گفتم بیعقلی چیکار میکنی؟ واه چشمانم سو رسیدم. نجوم دست برده مسئله دست برسون نامکان درست ایستا حاضر نجوم ایستا البته دکتر را به صحیح فکر کرده. خوب استید خانم سلن، شما رو نجات دادم. تشکری زیاد. محافظ شما این رازن را دستگیر کرد. رحمت. خیر است. خیلی خیر، برادرم مرده است. چی؟ برای تشخیص کردن آمدی؟ شما از کجا میدانید؟ از آسمان پسرم، خودش معلوم است که. بیا یک جای میرویم. آیسته آیسته، مرا انتظار شد. کنی بینید معقول می شود. چخیل بوده است؟ خیر چخیل می شود؟ این حکایه رو با دیگران چخیل باور کنانیم. همش رو حل کردم، راحت باشید. آن دختر اکتریس خوب است. راستش پولی زیاد طلب کرد.
баъди кораш боз бо ӯ филм карданамон дар кор. бисёр хуб, табрик мекунам, кори хуб кардӣ. ту чӣ мекобӣ дар инҷо? як рафиқамонро зиёрат карда зуд мебароем комиссар. канон ба кори полис дахолат накун. астағфирулло комиссар, маро хато нафаҳмед. ман ҳеҷ гоҳ ба кори полис дахолат намекунам, аммо то ҷасади калтакеласро набинам ором намешавам. ба ман чӣ? комиссар, лутфан маро бифаҳмед. вақти ташхис кардани ҷасад маро ҳам бо худатон гиред. чӣ мекобед дар инҷо? комиссар, ором шуда наметавонам, бехобӣ мекашам. маро фаҳмед лутфан. охир шавкат, танҳо ту ҳамроҳамон биё рафтем. гузар. чиликотона ҷунбонда метавонед? баъди таъсир кард. майлаш. чиликои початон кор мекунад? аниқ ӯ калтакелас буд? бале комиссар, ҳамон буд. ӯ буд, ҳа? ӯ буд. ту чӣ хел фаҳмидӣ? рӯяш шинохта намешуд? рафиқ комиссар, бародари чандин солаамро чӣ хел нашиносам? охир ӯ бародари ман буд. чӣ қадар одами дурӯғгӯ ҳастӣ? ту мегуфтӣ ки калтакеласро намешиносам. комиссара, ман инро кай ба шумо гуфтам? кадом вақт гуфтам? аз он вақт то ин вақт як дунё кор гузаштааст. бародарам буд. бародари ман буд. рӯзанамаш мегузарад. хомӯш. вақти тем гирянак. магар шумо надиде дар дасташ расми калтакелас буд? ба инаш чӣ мегӯед? бародаре, бародари ҷонам. بیای شرینم بیای برادر وقتی شماییم زیبا زیغ باشه شرینره سردار بخشید که من خدمت خمیدن نتونستم بخشید مادام که وضعیتشان خوب نیست امسال به اجاره پولی لابه نمی کنم. مایلش پدر جان، مایلش بسیار خوب. ملیس جان، ما با بابایت نردی بازی میکنیم، تو هم آمده با ما بازی کن. کار دارم پدر جان. این جوانها را هیچ نمیفهمم. به تلفن چسبیده دنیا را فراموش میکنند. ملیس، تو چی قدر شد با بابایت بازی نکرده ای؟ بابا جان، یک روی نکرده با من بازی کن. فرخ، تو تماشا کن که دو بازیگری کسبی چه خیل بازی میکنند و بیاموز. این دفعه به شما غالب میشوم. بیا بازی را سر کن. سر کردیم. مایلش میبینیم. چهار و پنج بازی کنید. لبای این شب نمی شود. آن دختر نمایش داشته است. چند هفته می شود که این را انتظار بوده است. پگاه می آید. خرمایلش هیچ گپ نی. تو پگاه تیاری می بینی. بای بای. بخیر است تولین جان، کی بود؟ یک دوستم یک خبری خوش داد. چی خبری خوش بود است؟ کار چی فروخ؟ به گپ‌های زنکی هم دخالت میکنی؟
барори кор. نوبت من؟ навбати ман аст бобоҷон. дар бораи он одам ҳеҷ чиз намедонем. оё ту дар бораи шавҳарат ҳама чизро медонӣ? албатта медонам. донӣ ҳам то ҳол хурсанд нестӣ. пас маълум мешавад ки ҳама чизро донистанд кофӣ ба ман набудааст. инқадар гап нишон наде зуҳро. гапро тоб дода боз ба масъалаи хонадории ман набар. маро мисол наёр. ин мавзӯи ту аст. ин қадар сол аз муносибатҳои ҷиддӣ гурехтӣ. медонам ки оила барпо кардан мехоҳӣ. шахси интизоршудаатро ёфта натавонистӣ, ҳамашро рад мекардӣ. ин одамро аз куҷо ёфтӣ? то ба шахси интизор будаам, охир ҳамин аст. дар интизори домуло будӣ? бале, шахси интизор будам домулои маҳалла буд. ба имомҳо ошиқ шудан магар гуноҳ аст? яъне зани домуло шуданӣ? бале, зани домуло мешавам. нигоҳ кун, аллакай никоҳ кардем. зани домуло будааст? то тухм пухтанро ёд нагирифтиву зани домуло шуданӣ? бисёр хандовар аст зуҳро. тухм ҳам мепазам, ширинӣ ҳам мепазам. гапи дигар дорӣ? ба ин нигоҳ кун, чӣ хел забонаш дароз аст. тухм ҳам пухта метавонистасту шириниам. ҳар як чиз мепурсам. чаро дар бораи ки будани вай пурсидам, ту хаб кардӣ? хаб накардам. хаб кардӣ? хаб накардам. апаҷон, дар бораи ман хавотир буданатро медонам, аммо ин одамро дар ҳақиқат ман мешиносам. албатта азизам, ту хуб мешиносӣ. тамом. ӯ аз ҳама зиёдтар хондани китоби қуръонро дӯст медорад. филмҳои ҳаҷвиро бисёртар дӯст медорад, чунки умри инсон кӯтоҳ аст ва ӯро дар ғаму ғусса гузаронда намехоҳад. бале азизам. хӯроки дӯст доштааш бошад шӯрбо аст. акнун қонеъ шудед? не. бовар накунӣ, накун. аз пайи кор шудан дар кор. майлаш бародар. ҳале ба хонаи худаш бояд баргардад. бо гулфурӯш ба ӯ нома мефиристем. ту фақат дар нома чӣ навиштанро бигӯ. намедонам, ҳоло як суруд буд ку. кадомаш? кӯяк бихон? хонданро чӣ кор мекунем? ба мо ин лозим нест. шеър лозим аст, мисраҳо лозиманд. майлаш, ту аввалашро бигӯ, шояд дамомаш ба ёдам ояд. ё худоё, ин ки бошад? намедонам. оғои акрам мехоҳад бо шумо чой нӯшад. оғои акрам чой? бале. майлаш, ман либосҳоямро иваз карда меоям. майлаш. ин акрам кори дигар надорад. кор аст, фақат қандчойнӯшиам бародар. дамомаш? якдам хабис шавкат, ту ҳар лаҳза фикрамро мебурӣ. ин тавр навишта наметавонам. ё худоё, аввалашро хуб гуфтӣ, давомашро бигӯ охӣ. азизам, соҳиби қалби ман, тамом омад. тамом ана омад. боз кӣ омад? дар ин хонаи танги ту ба зур худамро меғунҷем. ман намехоҳам сеюм одамро. кӣ омад? кӣ меояд? ман бас нестам агар? астағфируллоҳ, аҷаб одами аҷоиб будаӣ. дарҳол қаҳр мекунад. азизам, соҳиби қалби ман, биё ба пеши ман. домуло, ба худо ки баъди ба оилаамон даромаданатон гӯё ба хонаамон хурсандӣ бахшидед. астағфируллоҳ хонум. бале, дуруст аст. бигзор чунин бошад. зуҳро бо хонадоршавиаш бо шумо ва ба оиламон дохил кардани шумо бисёр ҳам кори хайр кард. ташаккури зиёди ангаҷон. модарҷон, ба шумо чӣ шуд ин қадар тағйир ёфтеда? бигзор саломат бошанд. барои фоидаат ин ҳама корҳо гуфтам ба ҳоли худашон гузорам. агар хоҳӣ рафторамро иваз кунам. не тамом. амихел давом диҳед. домуло, лабай.
کمی درباره اویلاتون نقل میکردید؟ یعنی درباره اویلا خاطره های زیاد ندارم. چی خیلی یعنی؟ هیچ چیز بیاد ندارید؟ تولین این گپ ها حاضر چی لازمند؟ نه جناب، هیچ گپ نه. میفهمانم. یک روزی تیراماه وقتی برگ‌های درختان روی راه رو کشانده بودن، خوراک‌های پخته مادرم رو هیچ فراموش نمیکنم. مزهش نه و بویشون در یادم است. و فکر من از مزهش دیده بویشون رو دوست می داشتم، خصوصا سمبوسهشون رو. و هر گاهی که این رو به یاد می آورم مادرم پیش نظرم می آید. خیر خانم تولین، در خاطرم فقط اینها موندن. زیا پسرم، ببین من تو را پسر میگویم، اکنون تو هم فرزند من هستی. تشکر زیاد جناب. اگر تو هم خواهش داشته باشی در حق رحمت پدر و مادرت یک خیرات کردنیم. اما جناب ایستا اینقدر زود اعتراض نکن. این را صدقاً میخواهم. شاید روی آن رحمت یا این را خواستند. میخواهم گویم که یک خیرات کرده با مردمان در حق پدر و مادرت یک دعای خیر کنند و بعد روح رحمتی پدر و مادرت با خواست خدا شاد خواهند شد. اگر خواهید من در این کار به شما یاری دهم. بسیار خوب می شود، بسیار خوب می شود. این فکر خوب است بابا جان. عزیزم. پدر جان، من این خبری خوش را به فروخ رسانم. تشکر جناب، منت دارم. بسیار خوب می شود، بسیار خوب. فروخ عزیزم، کار کرده ایستاده ای؟ بله، حساب کتابم بسیار است. وای دومولوزی آمد. در پایان به ما از خاطراتش نقل کرد. همه آنقدر به حسیات گرفتار شدیم که فروخ پدرت چقدر آدمی خیرخواه است. البته جانم. برای والدین دومولوزی و معرکه کردنی است. به فکرم بسیار کاری خوب است، ثواب دارد. تو چی ها میگویی فروخ؟ نه، عقلی تو به هیچ چیز نمیرسد. من میگویم که پدرت دومولوزی را به جای فرزندش گذاشته برای والدین او معرکه کردنی است. میراث از دست میرود. تو باشی خوب میگویی. تو منو دیوانه میکنی. عقلی تو نمیرسد. بخیر است در این شبی کی آمده باشد؟ خیر جناب، اجازه دهید من میروم. دامولا چه صحبت زیبایی داشتیم. جناب بسیار دیر شد، برای همین. اونقدر هم دیر نشد از شینید. سحر نماز است، برای همین روم. ها نماز، خدا قبول کند. تشکر زیاد، شبتان بخیر. خانم حاله به شما گل فرستادند. با من؟ کنی گرفته خون؟ خونم؟ بیخون کنی چی نوشته هستی از نه؟ عزیزم، صاحب قلبی من، مرا ببخش. در فکرم در روحم تنها تو هستی. با کجای نگاه کنم تو رو میبینم. میدانم تو رو بسیار رنجاندم، اما اکنون من به تو نمیتوانم. این گلها را قبول کن. به خانه‌ات برگرد زنک جان. لپای جان، یزنم را ببینیم قدر زیبا نوشته است. کنی بینم اینش چی باشد؟ کنی؟ روخت به ایتالیا، از همه مهمان خونه قیمت. اپا جان، یزنم تو را بسیار دوست می داشته است. ایتالیا ها؟ این دفعه از پشت رازنهای ایتالیوی شده به سرش بلا میخرد. انشالله همه دعایمان اجابت شوند. آمین. تا این وقت عقلش در کجا بوده؟ دخترم با عقل باش، با یک گل در حال آب نشو. بگذار از تو عذر زیاد پرسد.
جناب با من اجازت. مرحمت داملو. خانم حله در اصل یعنی با جمع که تا حال با او شناس نشدن بسیار شما رو دست می داشته است. خوب شما و خونه‌تان زودتر برگردید. تشکر. من شما رو بسیر کنم. زحمت نکشید. هیچ گپ نداره. تا بازدید شبتان بخیر. خیر تا بازدید. مالش عزیزم. خودت را احتیاط کن دخترم. مایلش پدر جان. خانم حله به شما باز گل فرستادن. این دسته گل برای کی باشد حله جان؟ این دفعه اونال در حقیقت دلت رو شاد گرداند. با دو دسته گل نبیره زیبایی مرا فریب میکرد است ها؟ بگذار دود به زیر پایت افتد عذاب کشد و آنگاه قدر و قیمتی تو را میفهمد. بابا جان کالتا کلوس مرده است. اونال از این بعد اصلاح میشود. امروز کالتا کلوس مرد پگاه دینازور پیدا میشود. دینازور نابود میشد قورباغه پیدا میشود. این آدم از تو کارش را پیش میگذارد. از من یک گفتن نشیده خانم چرا قهوه ما را تا حال نآوردید؟ آقای اکرم بله زهرا در آشخانه شیرینی پخته ایستاده است. وضعیت آشخانه برای قهوه پختن مساعد نیست. سببش همین. یک دقیقه زهرا آشخانه با آشخانه در آمده است؟ بله. عجبا همسری خوب بودنش رو به همه نشان دادنی است. عشق به چی کارها قادر است؟ اینقدر سال نبیرم که یک تخم هم نپخته است خوراک های با لذت با دست خودش پخته را به بابایش میخوراند. وای خوب چرا من با تو علمین میدیم تو نمیگیری؟ قسم خوردم نمیگ. یگون تنگای داده تو از حقم نمیگذرد. من برای تو پول کار کردم باید علمینت رو بگیری. واهمه کنی رو بس کن و از اینجا رو. به خاطرت گیری یگون تنگای تو به من لازم نیست. گوش کن مرا گوش کن. این پول ها را دولت همچون نفقه برای تو جدا کرده است باید بگیری. یکمش که تو علکه شوری من دستی. دویمش این که من عریضه داده بودم که از نمی که روزم پول نمیگیرم. وای 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 حالا همین خیله؟ من بعد همین خیل. من خودم رو تامین میکنم. ای نمی تو حال در همین جایی؟ مهمان ها رو ناراحت کرده ایستاده ای رو. ака илтимос ҳозир вақташ нест. шумо ҳам ба ҳамин одам ҳай часпидед. бигзоред равад охир. яксарафист ака ҳозир боз шата мехӯрем. биё ягон ҷои мувофиқ ёфта ӯро лату кӯб мекунем. рафтем. агар ту маро намедошти ман ӯро пора пора мекардам. سلام خانمان. سلام دامولا. این دو شخص شما را ناراحت کردن؟ واهمه کرده از اینجا رفتن. دامولازیو لبای فرصتم نشد. تبریک میکنم. شنیدم که با زورو نکاح کرده ای. ها بله تشکر زیاد. تنها خواست خداوند است. انشاءالله بخت من هم کشوده می شود و مانند شما مردی پیدا می شود و من هم با او خونه دار می شوم. انشاءالله خانم سیوال انشاءالله. امیدوارم خدا با شما این خیل مرد را توفه میکند و شما خانه دار میشوید. انشاءالله. روز بخیر. روز بخیر. روز بخیر. سیوال تو با دامولا چی ها گفته ایستاده ای؟ به خدا مرا شرمنده کردی. به نزدیکی بختی من هم کشاده می شود انشاءالله. عیب است عیب. کجایش عیب است؟ سورا دامولا رو به دام افزونده است. عیب نیست. دعای من عیب بوده است. سفسطگویی را بس کن. زهرا به این چی علاقه دارد؟ نکاح کردن را کجایش عیب است؟ بعضم وقت چی گفتنت را نمیدونی. بیا به درون رفتیم. پس چی کار میکنیم؟ بخیر است دخترا؟ راحتان را گم کردید؟
بابا جان من بعد زهره رو در آشخانه زود میبینید چون که به شوهر شوندهش باید به دست خودش خوراک پزد. ها بابا جان من به کارهای آشخانه شروع نمودم. عالی. از ریش های سیاه دامولازیا بوسه کردن میخواهم. آمده عاقبت تو رو به آشخانه فرستاند. آفرین. اما از آن پختت قسم کلانش را میخواهم به نشیده آن را نشان نده. تمام قسم زیادش رو به شما میبرم. تمام. اولی جناب. با مزه. راست میگویید؟ بسیار خوب آمده است. دستتون درد رو نبینه. در حیاتم یکم بار پختم. معلوم می شود که مادرزاد کدبان بودم. البته بسیار ملزم. باوری دارید که با مزه است؟ بله بسیار خوب. پس من دائما برای شما میپزم. تنها برای شما میپزم. خودم حتی نمیخورم. نه خانم یعنی زحمت نکشید چون که مانده میشه به زهره خانم. این خیلی شیرینی ها رو پختن خیلی مشکل است. مانده میشه. میپزم در 5 ثانیه همش رو میپزم. نشیده خانم این چیست؟ شیرینی پخته زهره. این شیرینی برای سنجش به لابراتوری میرود یا اینکه من میخورم؟ آقای اکرم دکتر چند مراتب آگاه کرده بود. میدونید که خوردن شیرینی به شما من است. همین قدر داده میتوانم. پس اگر من از گوشنکی بمیرم شما جنازه مرا با نماز پیشین یک جای کرده خوانید. خوب همین را میخواید؟ این چی است؟ چی است؟ قاشق را ده. آقای اکرم چی شد؟ بیمزه است؟ بیمزه هم کپ است. بیمزه هم کپ شد. این را به هیچ کس نده. خوردگی میمورد. ایسا از این بطولین 3 پاره برده بده. درا سردارم باز چی گپ؟ لبین چی گپ؟ به شما یک قوطی آمده است. خواستم با دستان خودم به شما بیارم. خواطر نشوید. سنجیدم آوازی سواد نیست. 100% در درونش بمب نیست. کی فرستاده است؟ ینگای حلی فرستاده است. از همسرم؟ پسرم همسرم چرا به من بمب فرستانه؟ سردارم مکر این زنها با هیچ کس معلوم نیست. وقتی عصبی شدنشون بسیار خطرناک میشوند. بمانده چوی؟ زنک جان
عزیزم اونال خوب هستی؟ خوبم. تو خوب هستی؟ امشب یک جای خوراک میخوریم. تو رو خوراک میگویی؟ نمیدونم. کنی یک بینم وقتم میشود نمیشود. یعنی اگر بیکار باشم چرا نی؟ این طور باشه من تیاری میبینم. مایلش تو باستید. خوش اومدی سردارم. تبریک میکنم اونال. تشکر زیاد سردار. کاری کلتکیلاس رو با آخیر رسوندی؟ بله. تو را از قفایش بسیار همدمون اما عاقبت بعد از هفتاد. بله سردار همین خیل. آفرین به تو. همین خیل دوام ده. تشکر زیاد سردارم. سلامت باشه. روز بخیر مودی. ای سردارم ما کاری کرتکلس رو با آخر نرسوندیم چون که اویدی مردن کرتکلس یگان دلیل انیق نداریم. سنجش دینکه گذراندن ما در کار. خاموش کرتکلس مرد. موضوع را پوش دیگر نکشا. کرتکلس مرد من زنده شدم. اکای اونال. اوه سلین خوش آمدی عزیزم. خوش باشید. من برای عریضه نویستن اومدم. ها تمام. همه ای کارمندان بندند. خیلی خیلی میکنیم. تو اینجا شین انتظار شو. من یک پلیس بیکار را اینجا روان میکنم. عریضت رو گرفته میروه. تشکری زیاد. خواهش میکنم این وظیفه ماست. مرحمت شین. خوش آمدید. باز تو ای خدای توبه. سلین نوم داشتی ها؟ حالا باشد خانم سلین عریضت رو من نگیرم. واقعا کی در کجا و چی طور رخ داد؟ از همه مهمش هنگام رخ دادن حادثه کدام قهرمان شما رو نجات داد؟ مرحمت گپ زنید. این روبین خودش رو تعریف میکند. من 1000 بار تشکر گفتم بس نبود. علاوه بر این تا آمدن شما من خودم رو با گاز اشک‌آور نجات داده بودم. به این نگاه نکردم مینداری خودم رو بیان کردم. شما از من چی میخواهید؟ با زمین این همچون یک پلیس این وظیفه شما نیست مگر؟ نباشد در نوبت استید. به خدا اکای اونال گفت که راو عریضه اون دختر رو که حالم گریه دارد وگرنه من نمیگرفتم. تو باشی نوزی و چت رو میکنی پلیس انتخاب میکنی. اگر پلیس انتخاب کنی مرا در نوبت است. خز با کی عریضه مینویسد؟ بیا مرا بیاد. نوبت بسیار زیاد است. من خودم رو ناراحت حس کردم. عریضه ام رو گیرید لطفاً. نفهمیدم. میگویم که من ناراحت شدم. عریضه ام رو شما میگرفتید. لطفاً میگوید شما. لطفاً. مایلش مدام که خدر خواهش میکنید مرحمت از اولش نقطه به نقطه فهمونید. ایستو اولش رو خودم مینویسم. لوینت حیات مرا نجات داد. این رو مینویسم. بله البته دختر تستر گپ زنید مردم در نوبت ایستادند. تستر گپ زنید مردم نگاه دارن. خدای توبه. آرام باش سیلین. آرام باشید توم. چیزی که در کار شود من در درون هستم. مونده نباشید خواهر. تشکر. دومولوژیو در کجا است نمیدونید؟ در خانه آقای اکرم. با اون طرف راست روید و به طرف چپ گردید. تشکر. چرا پرسیدید؟ او آدمی پست زن و فرزندانش را پرتافته به اینجا آمده است. تشکر. دلار پستو بلند شد اما قرض رو با قربی پیشی نگرفتم. خوبی کردم آن را فهمیدن؟ ممکن فهمیدن. خواب کردید عزیزم؟ شما آمدید ما خواب میکنیم. کدبانوی نامی آمد. یزنه در کجاست؟ من اونال رو دعوت نکردم. وای نه یزنه این نوام.
یا اینکه از شیرینی پخته تو بیمار شده است؟ از پخته‌ات کمی معده‌ام درد کرد. کمتر ناراحت شدم. او هم ناراحت شده از چی؟ بعضیا بسیار هم پسند آمد عزیزم. ملیس پختنگیر دخترم، دستانت درد را نبینند. به شوهر شوندت طعام‌های با لذت پس. همش باید حقیقی باشد. هنگامی به اونجا در آمدنت همه باید باور کنند که تو زنی داملو هستی. فهمیدی؟ خواطر نشوید آقای چغتای، همش مثل خواسته شما می شود. نامش را گیر و گوشش را کش. دامولوزیا خوش آمدید. وقتی که شما به خانه همون می دروید باور کنید با خیر است انشالله. عجبا کی باشد در این ساعت؟ کی می شده است؟ رفیقتان شفقت نباشد؟ خدا نباشد. بسیار خندیدیم، عاقبتش بخیر شود. آقای اکرم لبای در نزدی در یک خانم دامولوزیا رو میپرسند. یک خانم آمد است میگویی؟ بله، اما خانومی ناشناس. کی هست؟ نمیدونم. شاید از محله یگان زن باشه. زنی دهاتی است اما از محله ما نیست. خیر بگذارید در آید. حاضر. مرحمت. مولای سختکار، تو ما را در دهات گذاشته با این دختری بای خانه دار میشوی ها؟ حیف بر تو، حیف. خداوند جزای تو را دهت خانه بود درت بسازد مولای سختکار. من